خب میخواید من برم بیرون شما راحت حرف بزنید؟ نه بابا مگه چیه؟ اتفاقا باش که بشنوی. ببین خواهر گلم، من حاضرم دنیا رو بدم تا تو خوشحال باشی، ولی تو این یه مورد لطفا کمکم کن دیگه. ببخش به من. تو هم داداش منی، تاج سرمی، از همه بیشتر من خوشبختی تو میخوام، ولی من ارث بابا رو نمیبخشم، میخوام یادگاری نگه دارم. آبجی جان تو خدا رو شکر محمدو داری، پولم داره، احتیاجی نداری. به خدا این کارت ظلمه ها. امیر من بیشتر از تو نباشه کمتر از تو واسه بابا زحمت نکشیدم، بیشتر از همه حق منه. بعدش هم من که حق تو رو نخواستم، چون حق خودم رو میخوام ظالمم. ما رو تو یه چیزی بگو. والا این بحث خانوادگی خودتونه، من نمیخوام دخالت کنم. من خدا رو شکر دستم به دهن خودم و تو هم میرسه. نه اصرار میکنم حتما یه چیزی بگیر، نه اصرارم میکنم چیزی ببخشی. هر جوری خودت دلت میخواد تصمیم بگیر. اینو جلوی داداشت میگم پس برام مقصر نشی. بس کنید، هیچ وقت این رفتار احمقانه و عوضی بازی تو رو یادم نمیره عادی. مؤدب باش دیگه، هر حرفی داری آروم بزن. بابا ببین نمیخواستم هیچ وقت اینو بهت بگم، ولی دیگه از امروز به بعد خواهری به اسم تو ندارم. الانم ارث بابا رو خرج کردم، هر غلطی دلتون میخواد بکنی. تا 2 دقیقه پیش دنیا رو میداد خوشحال شی، الان میخواد تو دنیا نباشی. عجب نداره، پول انقدر زورش زیاده که هم خون رو با هم غریبه میکنه. تو قصه نخور، اولیش نیستی.